بچه‌ها سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امروز قرار بود یه آموزشی در خصوص معرفی یکی دو تا سرویس AWS براتون بذارم که خب درگیر یه اینسیدنس شدم توی شبکه و نرسیدم. الان اومدم که با هم دیگه این یکی دو تا سرویس رو یه مرور کلی داشته باشیم روشون. اولین سرویسی که میخوام بهتون معرفی بکنم سرویس لامدای خود AWS. یعنی چی؟ لامدا کارش یعنی سرورلس چیه؟ پرووایدرها امروزه همه پرووایدرهای بزرگ دارن به سمت زیرساختی میرن که یعنی میگه چی؟ به دیولپر میگه آقا زیرساخت از من، کد از توی دیولپر، توی برنامه‌نویس قرار نیست خودتو درگیر زیرساخت بکنی، نمیدونم بری وب سرور نصب بکنی، فایروال نصب بکنی. من در حالت عادی باید برم مثلا یه کد نجسی دارم میخوام اجرا بکنم، باید برم یه دونه VPS تهیه بکنم، بیام انجینکس مثلا نصب بکنم، نوجیس نصب بکنم، فایروال، هزار یک کانفیگ. شاید حداقل یک روز وقت منو بگیره در حالت عادی تو بهترین حالتش. خب دلیلی نداره من برنامه‌نویس ذهنمو از خودم بیرون ببرم یه سمتی که اصلا هیچ ربطی به من نداره. این موضوع رو پرووایدرها تقریبا میشه رو حلش کردن و تمام دنیا داره به سمت سرورلس ها میره. تمام زیرساخت های ابری کلاد داره به سمت سرورلس ها میره. بریم اولین لامدای خودمون رو تو زون امارات AWS بسازیم. خب حالتی که داره سه حالت داره. حالت اول یعنی از بیس از صفر من بسازم. حالت دوم سمپل های خودش رو داره، یعنی میگه که تو بیا از فانکشن هایی که من دارم استفاده کن و بیا مودیفایش بکن. حالت سوم هم میگه که اگه کانتینر ایمیج داری بیام کانتینر ایمیج تو به من بده، من برات اینجا پول میکنم و اجراش میکنم. من میگم نه، من میخوام خودم بنویسم. میذارم حالت اول، اسم فانکشن هم حالا تست لامدا، ران تایم هم همون نود جی اس میخوام باشه. ببینید حالا چیزایی که ساپورت میکنه با هم ببینیم. جاوا، دات نت، پایتون، آفرین پایتون 314 اومد، من ندیده بودم. جاوا و پایتون و نود جی اس و آمازون لینوکس خودش که حالا مثلا راست این گو که من اون موقع دنبالش میگشتم اینجا گفتم اون دفعه یه جور دیگه بود. سرویس گو مثلا گولنگ و راست و سی پلاس این چیزا که خواستیم روی آمازون لینوکسش اجرا میکنم. من همون نود جی اس 22 رو میخوام، آرشیتکت x86. و ببینیم که اکسشن رول ها چی داره. خب ما اینجا میگیم که یه دونه رول جدید براش بساز. ببینید AWS کلن همه چیش IAM هستش. یعنی چی؟ Identify Access Management. همه چیز باید دسترسی داشته باشه، حالا شخص به سرویس یا سرویس به سرویس، هر چیزی باید با دسترسی و پرمیشن خودش اینجا بتونه وارد بشه. همینجوری نیست که یه سرویس بیاد بتونه دسترسی مستقیم داشته باشه به کد من. خب من میگم یه دونه جدید برای من بساز، دسترسی بساز. VPC همون شبکه منه. آره آهنگمون هم تموم شد. VPC واسه پرایوت نتورکمونه، واسه زمانی که مثلا من میخوام به یه EC2 وصل بشم داخل خود AWS، نمیخوام برم بیرون، دلیل نداره این مثلا فانکشنمو پابلیکش بکنم همه ببیننش. اون KMS هستش. KMS مثل همون کیوالت هشیکورپ هستش، سرویسی که هشیکورپ هم ارائه میکنه واسه زمانی که مثلا یه دیده باشین یه سری مثلا یوزر پسورد ها مثلا یوزر پس دیتابیس این چیزا داخل فایل .env این چیزا روی سرور میذاریم، اینا دیگه داخل این سرویس مدیریت و انکریپت شده ذخیره میشه که اگر هم کسی به سرور ما نفوذ کرد به این راحتی در دسترس نباشه. در آخر هم گزینه تگ هستش برای بیشتر فیلتر کردن. حالا به نظر من بیشتر مباحث مثلا حسابداری یا مثلا توی کلود واچ خواستیم مثلا آمارشو بگیریم چقدر مصرف داشته چجوری بوده اینا، تگ میذاریم که تگ هم خب کی ولیو هستش. کریت فانکشن رو میزنیم، منتظر میشیم که بسازه فانکشن منو. من اینجا یکم سرعت اینترنت هم پایین هستش ولی نباید زیاد طول بکشه. اینجا هم که پیشنهاد میدم یکی از
CLI استفاده کن و نمیدونم بیا دپلوی کن و تست کن و این چیزا با CLI. میگیم که حتما انشالله در آینده در ادامه حتما با CLI ادامه کارمون رو میریم. خب لامدای منو ساخت. سمت چپ یه تریگر دارم، سمت راست دستینیشن دارم. یعنی چی؟ یعنی یه تریگر، یه ماشه، یه کاری، یه اکشنی انجام بشه که این لامدای منو صدا بزنه و لامدای من خروجیش رو به دستینیشن بده. تو دستینیشن یک عملیاتی انجام بشه. مثلا امروز مثلا همین بکاپی که صبح استوری کرده بودم، بکاپ من داره توی استری AWS ذخیره میشه. زمانی که ذخیره میشه من الان تریگر رو میزنم ببینیم. مثلا استری من میذارم تریگرم روی استری، زمانی که توی اون باکت من اون فلان فایل نشست اینجا تریگر کال میشه، فایل منو میفرسته به لامدا فایل من اومد بررسی کن، تست سلامت بگیر، اگه همه چی اوکی بود بفرستش به اون دستینیشنی که من میخوام. که من 3 جا بکاپ اوکی داشته باشم، چند جا، حالا 3 جا نه چند جا، و خیالم از این بعد راحت باشه. خب من اینجا میخوام API گتوی بذارم. ببین API گتوی چیه؟ API گتوی مثلا یه دامین، مثلا شما google.com در نظر بگیر، پشت شاید هزاران سرور باشه. وقتی ما میزنیم google.com هر دفعه به یکی از سرورها وصل میشه. حالا فارغ از موضوع CDN و این داستانا، وصل میشه به یه بکندی که اون سرچ گوگل به من نشون میده. اون API گتوی، اون URLی که من میزنم، اون درخواستی که تا ارسال بشه به اون سرور، این قسمت اون API گتوی به من میگن. خب اینجا به من میگه که چه نوعی میخوای، اینتنت چی میخوای باشه. من میگم نیو API. ببین سه حالت داره: HTTP API، وب سوکت و REST API. تفاوتاشون: HTTP API که واسه کارهای معمولی باشه، مثلا کارهایی که مثلا HTTP ریکوست های معمولی این چیزا. وب سوکت هم واسه زمانی که مثلا کار ریل تایمی من میخوام انجام بدم، مثلا با سوکت آیو نوجه صحبت بکنم. REST API هم واسه زمانهایی که مثلا من میخوام بیام یه موبایل اپی بنویسم و ریکوست هامو بفرستم، اون طرف لامدا بگیره و توی داینو دی بی هم حتما در ادامه و ویدیوهای بعدی حتما آموزش میدیم. یه دیتابیس نو اس کیو ال های دیتابیسی خود AWS هستش، اونجا برای من ذخیره کن و بعدا میخوام یه سری عملیاتش انجام بدم. من میذارم روی همین HTTP و سکیوریتیش هم سه حالت داره: اتنتیکیتش بر اساس JWT، IAM، من همیشه اینو کمی سختمه بخونم، و اوپن. من میذارم اوپن، یعنی میخوام باز باشه، نمیخوام هیچ اتنتیکیتی روش انجام بشه. ادیشنال ستینگش هم خب API نیم اون که اوکی، استیج هم اونم که همون توی دیفالت باشه، نمیخوام جای دیگه باشه. کراس اورجین هم باشه و انیبل دیتیل متریک هم. متریکا هم که میگه که مثلا برای مباحث هزینه و چیزای متریکا مصارف منو بفرست به سمت اون کلود واچ هم یکی از سرویس‌های خفن AWS برای محاسبه منابعی که شما داری از AWS میگیری و مصرف میکنی. خب با اینا کاری ندارم، اد رو میزنم، منتظر میشم تا ایجاد بشه. خب اینجا هم ایجاد شد. میبینید الان API گتوی من خورد به لامدای من. خب لامدا رو باز میکنم دوباره، منتظر میشم ادیتورم کامل لود بشه. ببینم که میگیم بله، سرعتمون ترکید همه چیز. منتظر میشیم تا کامل باز بشه و وقتی که حالا کامل اینجا کد نوجیس بچه‌ها میتونیم ما چند کد مثلا نوجیسی داشته باشیم، همه اینا رو بیاریم، حالا مثلا npm هر چیزی که نیاز به نصب نداشته باشه نصب کنیم. حالا من یک کمی خوشگل سازی کردم توی این کدی که از قبل نوشتم و میخوام براتون بیارم. اینجا بیارم، من همیشه امضام باید اسمم باشه. اینجا می نویسم، حالا چیز خاص مهمی هم نیست، دپلوی میزنم، منتظر میشم کد من روی سرورهای آمازون دپلوی بشه. الان میبینیم که دپلوی شد. برمیگردم توی API گتوی. ببین API گتوی باز دوباره خیلی خفنه. من میتونم بیام ببین الان مثلا آدرسش که خب اینه، من میتونم بیام بگم چی،
میتونم بیام بگم API Gateway ریت لیمیت داری تو، یعنی اگر حالا که مثلا پابلیکی هر مثلا 10 ثانیه به یه ریکوست بیشتر جواب نده، اتنتیکیت فلان بذار، نمیدونم چی کار بکن، فقط گت رو اکسپت کن، فقط پست رو اکسپت کن و هزار و یه چیز دیگه. خب این URL هم که انپوت به من داد این هستش، میزنیم روش میبینیم که کد نود.js منو، خروجی کد منو اینجا داره به من نشون میده. بچه‌ها سرورلس ها امروزه خیلی خیلی پرکار بردن و هر روز دارن بیشتر میشن و دیگه دلیلی نداره که دیولپرها برن سمت مثلا کانفیگ سرور و این چیزا. تمامی این مباحث رو سمت زیرساخت‌ها پرووایدرهای بزرگ که الان خب خیلی هستن و خب کوچیک‌تر هم خیلی زیاد من دیدم خیلی جا دارن راه اندازی میکنن و این خیلی خیلی عالیه و دیگه دیولپر دیگه دلیل نداره که خودشو درگیر این موضوعات بکنه. و در آخر امید به روزی که ما ایرانی هم همه بتونیم سرویس AWS هم داخل کشورمون ازش استفاده بکنیم. حیف این سرویس های خفن که ما نمیتونیم همشون که اصلا کلا نمیتونیم فعلا استفاده بکنیم. در ادامه اگر دوست داشتین، من خیلی دوست دارم خیلی سرویس های زیادتری از AWS رو کاور کنم و با هم دیگه پیش بریم. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. این اولین ویدیوی منه، این رو یادم رفت بگم، این اولین ویدیو آموزشی منه و خیلی مبتدی هستم توی رکورد ویدیو. اگر شما پیشنهادی برای رکورد کردن بهتر، که خب اون گوشم من دوست دارم تصویر منم اون گوشه میدیدین و حالا یه سری آپشن ها مثلا حالا زیرنویس و این داستانا، قطعا باید یک ادیتور بگیرم برای این موضوع، یه شخصی که برای من کار رو انجام بده و بتونم کیفیت ویدیوامو بالاتر ببرم. خیلی خیلی ممنونم، امیدوارم که از این مباحث AWS خوش